سلام دوستان عزیزم، امیدوار هستم که حال دلتون خوب باشه عزیزای دلم. روزگارتون به وفق مرادتون باشه عزیزان. خب امروز میخوام برای شما دوستان عزیزم نگاه بکنیم ببینیم که دوستانی که تو رابطه هستید، دوستانی که تو ارتباط هستید، حالا چه ازدواج کردید چه تو رابطه هستید، میخوام ببینم که علت سردی رفتار طرف مقابلتون چی میتونه باشه. دوستان گلم نیت بفرمایید ببینیم که چی رو براتون اینجا نشون میده. میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که علت سردی رفتار کیس عاطفی شما با شما چی هستش، چرا سرد برخورد میکنه و رفتارش سرد هست. خب دوستان عزیز، اولین کارتی که اینجا داره نشون میده برای من این هستش که یه مقدار داره نشون میده که به طور واضح شما رو دوست داره، یعنی دقیقا داره نشون میده که دوستتون داره، بهتون علاقه‌مند هستش. اون عشق، اون علاقه رو که من کاملا اینجا دارم میبینم، اما یک سردی هم توی ارتباطتون، توی رابطتون کاملا داره اینجا نشون میده. دوست داشتن هستش، عشق، علاقه، اون محبت رو کاملا داره بین طرفین نشون میده که هست. اما اینکه کسایی که تو ارتباط هستید یک پیوند عاطفی درست بینتون هست، ولی انگار خیلی جدی نگرفته طرف مقابلتون، انگار خیلی این رابطه رو جدی نگرفته و انگار یه جورایی عقب نشینی میکنه، بعضی وقتا فاصله میگیره، دوری میکنه، بعد دوباره خودش برمیگرده. این حالت رو کاملا اینجا داره نشون میده. خب ببین توی ارتباطتون، توی رابطتون یک خانوم رو دارم اینجا میبینم. یه خانوم هستش که داره نشون میده که انگار دخالت میکنه. این خانوم میتونه یک مداخله‌گر و یک مانع اصلی این رابطه باشه. حالا شما چه آقا هستید چه خانم هستید، میتونه مادرتون، خواهرتون، دوستتون، اطرافیان، همکار، هر کسی میتونه باشه. این خانوم مانع این رابطه هستش، یعنی دقیقا بهتون بگم که یک مداخله‌گر هست، یک مانع داره نشون میده برای ارتباطتون و رابطتون. میتونه از نزدیکانتون حتی باشه، حتی میتونه اگر که شما خانوم هستی داری این ویدیو رو میبینی، میتونه رقیبت باشه، یا در گذشته کیس عاطفیت بوده، یا همسر سابقش بوده، نامزدش بوده، باهاش تو ارتباط بوده. این رو داره نشون میده. اگرم که آقا هستی دارید نگاه میکنید، میتونه خواهر این خانوم باشه، دوستش باشه، از حسادت بخواد یه حرفایی بزنه، یه رفتارهایی داشته باشه که روی ایشون بخواد تاثیر بذاره که باعث این سردی شده باشه. خب یه چیز دیگه هم اینجا داره براتون نشون میده. یکی دیگه از موانع این ارتباط و مانع این رابطه و سردی این ارتباط میتونه وجود دعا باشه. یک کار دعایی، یک بستگی و سنگینی توی این ارتباط دارم میبینم. اگر خودتون رفتید سراغ کار دعایی و کار دعایی انجام دادید که بسیار کار اشتباهی هستش، کاملا سنگینیش روی این رابطه، روی این ارتباط حس میشه و کاملا مشخص هستش. این کار دعایی و این کار بحث طلسم، جادو و این سنگینی این دعا کاملا حس میشه. برای هر دو طرف دعا داره نشون میده که میتونه اینم به عنوان یک مانع باشه که باید حتما رفع بشه. حالا چطور این دعا رفع بشه؟ بهتره که فقط به فکر پاکسازی باشید. سمت دعا، جادو، طلسم، بستگی اینا نرید دوستان عزیزم، چون اینا همش انرژی منفی هستش که بدتر وارد رابطتون میشه. حالا میگن بیا باطلش میکنم، بیا این کارو میکنم، اینا همه میتونه دروغ باشه و باعث بشه که یه جورای انرژی منفی بدتری وارد رابطتون بخواد بشه عزیزان. پس بهتره که سمت دعا نرید. خب ببینید طرفین هر دو احساس تنهایی میکنید، احساس گوشه‌گیری و انزوا میکنید. به خاطر وجود این دعا میتونه باشه و هیچ فرقی نداره هر دو نفرتون که تو رابطه هم هستید، باز این حس بهتون دست داده شده و دقیقا داره نشون میده که باعث و بانیش این خانوم و اون دعا میتونه باشه. دقیقا این حالت رو کاملا داره اینجا براتون نشون میده. خب به عشق و علاقه طرف مقابلت اصلا شک نکن. اینجوری نیستش که این رابطه سرد شده باشه به خاطر این باشه که بگی خب پس طرف مقابلم حتما منو دیگه دوست نداره یا با من اصلا ارتباط نمیخواد داشته باشه یا اصلا عاشق من نیست. نه، اصلا شک نکن، این شخص واقعا شما رو دوست داره و فقط علت سردی، علت دوری این ارتباط و رابطه از
شما اون انرژی منفی، اون سنگینی و دخالت اون خانم هستش عزیزای دلم. ایشون طرف مقابلتون توی خلوتش، توی تنهایی خودش خیلی بهتون فکر میکنه، خیلی به رابطتون اتفاقا داره نشون میده که فکر میکنه، رفتارها و کارهای هر دو نفرتون رو میشینه بررسی میکنه، هم خودش هم شما میشینه بررسی میکنه ببینه واقعا مقصر خودشه یا مقصر شما هستید. تو تنهایی و خلوتش گاهی وقتا حق رو هم حتی به شما میده عزیزان. این رو داره اینجا نشون میده. خیلی هم به خاطراتتون نشون میده که فکر میکنه کیس عاطفیتون. ببین ممکنه با یک دوست یا یک مشاور حتی مشورت بخواد بکنه بابت این سردی و این فاصله و این دوری، یه جورایی انگار بلا تکلیفه و اصلا نمیتونه راه درست رو تشخیص بده، کلا مونده، بلا تکلیفه، راه غلط و درست رو نمیتونه از هم تشخیص بده. اما من چیزی که دارم میبینم از سمتش یک خبری به گوشتون میرسه، یه خبر خوب، یه خبر خوشحال کننده واسهتون داره، یه پیام داره نشون میده که باعث بهبود رابطه میشه، باعث گرمی رابطه میشه و حتی ممکنه که دریافت یک کادو باشه از سمت کیس عاطفیتون که بخواد این کادو رو بهتون بده و باعث خوشحالیتون بشه. دوستان عزیزم شما فقط میگه صبر بکن تو این رابطه، تو این ارتباط صبوری به خرج بدید و هیچ اقدامی جز پاکسازی نکنید. پاکسازی هم میتونید شم تراپی انجام بدید، خدا رو شکر خیلی ها دارن الان انجام میدن، کار میکنن توی این موضوع و این هیت شم تراپی میتونه خیلی کمک کننده باشه و بهتر باشه از اینکه بخواید دنبال دعا و جادو و طلسم و بستگی و این چیزا برید حتی برای باطل سازیشو این کارو بکن باطل میشه، اون کارو بکن باطل میشه. اینا رو اهمیت ندید دوستان عزیزم. خب دوستان عزیزم برای اینکه انرژیتون بیفته روی این فال و این اتفاقای خوب و عالی براتون پیش بیاد و یه جورایی این فال برای شما در واقع عمل بکنه و صدق داشته باشه، لطفاً برای من کامنت بکنید که من آماده دریافت عشق هستم. برای من کامنت بفرمایید من آماده دریافت عشق هستم. امیدوارم که عشق سرازیر بشه به روابطتون و رابطه هاتون دوستان عزیزم. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.